هلو گایز، چطورین بچه؟ من مدرسیم هستم. خوش اومدیم به این ویدیو جدیدتر. اومدم بهتون چند تا اتچ بگم، اتچ های خفنی که خودم استفاده میکنم توی کالاف. حالا منطقه کالافو که توی بتلش مثل وارزون کردم، ولی خب بازم این اتچ ها به کارتون میاد. خیلی منطقه گاد میزنه و اتچ ها رو خودم هم هر روز چک میکنم که چه اتچ خوبی اومده باشه برای شما تست بکنم. اولین اتچ برای CX9 و کریمه که CX9 و کریم هم منطقا اگه بخواین دوتاشو بزنین خیلی گاد میزنه. این از خفنه به نظر خودم. منم الان دستم الان خط میزنه، ببینید الان فقط من دستم فقط روی تیره. شاید شما بگید نه دست روی صفحت هست، ولی نه، دستم قشنگ روی تیره. خب بریم برای بعدی. کریمم همین اتچا رو روی بالای ویدیو میذارم ببینید. وای این چقدر بد شد. از راه دورم فکر کنم از راه دورم 200 دمیج میده. بله اینم از این. بریم برای بعدی. این از کریم، اینم از 6-9. حالا دوتا گاد، یه دونه AK-117 و AK-117 لژند متیکو با HS. خب AK-117 متیک اینم خط میزنه، واقعا خط میزنه. من فقط دستم روی تیره. خیلی سریع انمی رو میزنه. 30 تا دمیج میده و اگر سرم بخوایم حساب کنیم سر 32 تا. هیچ فرقی نداره. حالا بریم برای HS. اتش AK-117 هم براتون میذارم. حالا HS بفرم HS که از گونای دیگه باشن. بفرم میسای ما رو نگاه. تو ویدیو هر وقت ما میام ویدیو بگیریم میس میدیم همه تیرامون. حتی به پای انمی هم بخوره 200 دمیج میخوره. بله مازه که سیفتم پینگ من رفت بالا. بهترین اتچ رو واسهتون آماده کرده بودم که بتونید اتچ رو درست و عالی استفاده بکنید. ولی من خودم یکی از AK-117 رو 6-9 خوشم آمد، چون 6-9 از راه دورم دمیج 16 داره. ولی خب بهتر از گانهای دیگه است که مثلا خیلی کم دمیج میدن. بخوایم حساب کنیم تیر 27 تا دمیج میخوره، به سرش هم 28 تا، یعنی یه دونه. حالا یه دونه هم نداره ولی خب به چند تا تیر میندازه دیگه. بذاریم براتون حساب بکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. علی 8 تا یا 9 تا خودتون داخل کنید. بله این ولی گانه خیلی خوبی هن. اگه خواستید حتما از اتچ ها رو بردارید. یکی از اتچ های سیزن جدیده، بلکه 6-9. میبینمتون تا بدرود.